سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم یه روش برای چیت سی پی بهتون بگیم. حالا بریم جلوتر بهتون میگیم. بچه همین اول بگم که آموزشش آخر ویدیوه و اگه شما حوصله ندارین میتونید بزنید آخر ویدیو. ولی حواستون باشه تو همین قسمت های وسط های ویدیو و همین اول ویدیو یه چند تا نکته در این باره دارم میگم. پس بهتر اولاش توکن درباره توکن و همه اینا اولش گوش بدین، بعد بزنین جلو، چون وسطاش داریم درباره یه موضوع سی پی که قدیم اکتیویژن داریم صحبت میکنیم. خب بچه‌ها جدیدن یه روش مد شده. حالا من تا حالا ندیدم تا حالا یوتیوبری کسی بهتون بگه، حالا اومدم خودم بهتون بگم بدونید. نکنه بچه‌ها اول از همه این چیت سی پی مثل بقیه چیت سی پی ها نیست. یعنی مثلا نیست برین شما پولی بدین اینا، این رایگانه. خب و اول از همه بهتون بگم شما روی اکانت نوبی یا تازه‌ای اکانت جدید اینا بزنین رو اون تست بکنین اول. اگه یک هفته 2 هفته 3 هفته اینا وایسین، اگه بند نشد رو اکانت خودتون انجام بدین. این روش حتما میشه. اگه نگرفت یعنی یه مشکلی وجود داره، یا خود برنامه تازه براش مشکل پیش اومده و اینا. ولی من تا حالا رو اکانت‌های جدید اینا زدم اونا در اومده. خیلی روش خوبیه. ولی دیگه تا الان یه هفته شده هنوز بند نشده، دیگه بریم چی میشه. بچه یه نکته دیگه هم هست، شما این برنامه رو حتما از فروشگاه پلی دانلود کنید، نه از گوگل دانلود کنید، نه از سوی مارکت دانلود کنید، بازار اینا هیچ کدوم دانلود نکنید. چون این گوگل و بازار و مارکت و اینا اینجور برنامه احتمال بنش خیلی زیاده، ولی تو فروشگاه پلی کمتر احتمال بنش، یعنی کمتر احتمال داره که شما بند بشین داخلش. حتما پس از فروشگاه پلی دانلود کنید. بعد دوستان این توی این روشه شما یک سری کارا باید انجام بدین، یعنی باید روش وقت بذارین. مثلا حداقل برای 400 تا سی پی مثلا باید 10 دقیقه کمتر از یه رو وقت بذارین، مثلا برای 400 تاش شما 400 تا توش جمع میکنین. بعدش میتونین آخر که تا 10 کا داره میتونین 10 کایی بزنین مثلا. ولی بچه‌ها حتما حواستون باشه به نظر من یه 10 کا بزنین، بعد صبر کنین مثلا یه ماه 2 ماه اینا، یا 1 ماه به نظرم خوبه، 1 ماه خوبه. بعد 1 ماه دوباره یه 10 کا دیگه بزنین مثلا، یا مثلا یه دونه 5 کا بزنین. البته فکر کنم گزینه 5 کا نداره داخل برنامه. تو برنامه چند تا داره گزینه، شما اونها رو انتخاب کنین بزنین تا بگیره. بعد بچه‌ها الان میریم سراغ آموزش. یادتون باشه قدیما اکتیویژن یه کاری کرده بود، خیلی قدیم بود، فکر کنم 1 سال پیش اینا بود، من یادمه. شما میرفتین تو سایت اکتیویژن اعلام حضور اینا میکردین، مثلا جیمیل و رمز اکانتتون رو میدادین، بعد میرفتین مثلا کاراش انجام دادین بهتون سی پی میداد. خیلی روش خوبی بود. خب حالا بریم سراغ آموزش. شما تو فروشگاه پلی نوشتین سی پی و این برنامه میاد بالا، این برنامه رو دانلودش میکنید. بچه‌ها این برنامه یه چند تا چالشاش نمیدونم فکر کنم 10 تا چالش اینا، هر کدوم از چالش‌ها مثلا یکی رو انجام میدین، اون یکی مثلا بسته میشه چالشه. بعد شما همه 10 تا رو مثلا نمیدونم فکر کنم 10 تا همه چالشاشو باید انجام بدین، دوباره چالشش ریست میشه. یعنی نگران نباشین همین یه بار زدم تموم شد و اینا، اونطوری نیستش. اون بالا هم به بالا بهتون نشون میده چقدر توکن جمع کردیم. حالا بریم تو برنامه خودم بهتون نشون میدم. فکر کنم یه 1,700 هم توش داشت فکر کنم. آره بریم داخل هم بهتون توضیح میدم. اون داخل خود برنامه هم یه چیزایی بهتون توضیح میدم. ولی خب نه همین قسمت، نه این چالشاشه، اینم واسه سی پی آی که انتخاب بکنید. بعد اینجا نکنین چالشاشه که هر کدوم بهتون اگه چالشش درست انجام بدین میگم مثلا 50 تا از این توکن ها میده برای گرفتن سی پی. مثلا میگه 40 تا درباره 147 مثلا میگه کدوم دسته اینا. همه سوالاش هم تکراری، خیالتون راحت، همه اینا رو انجام. شما نگران نباشید. میگم من این انجام دادم، میگم سبز کرده یعنی انجام شده. میگم همونطوری انجام میدین و فقط ازتون چی میگیره؟ یه دونه آیدی اکانت میگیره. خیالتون راحت. مثلا نگین که الان میره تو اکانت هم بند میکنه اینا. بعد واسه این کار انجام بدین 3 الی 5 روز بعد انجام میشه. یعنی شما مثلا روز دوم نرید، روز سوم نرید، روز چهارم نرید، بذارید قشنگ 5 روز بشه
بعد وارد اکانت بشین، یا سی پی میاد رو اکانت یا تو قسمت گیفت و ناما اونجا براتون میاد. برای من که از توی همون گیفت و ناما بود. امیدوارم خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار.